من این فیلم رو استوری کردم، از زبان آموز پرسیدم چی میگه. تو گوش کن ببین متوجه میشی. We're even now. چی گفت؟ میگه یه بار دیگه گوش کن. We're even میگه 100 بار دیگه. now. ولش کن. میگه we are even now. معنیشو بگو راحت. آفرین، همونیو میگی که این گفت. میگه ما حتی الانم هستیم. یعنی نباید باشیم علل اصول با این وضع، ولی چیه؟ هستیم. ایرانی هست. شد افتضاحه. حالا چرا؟ بچه ها واژه ایون رو شما شکر خدا یه معنا بلدی حتی. شد یادت باشه اولین معنای واژه ایون صاف برابر اینه. پس اصلا we are even now اصطلاحه، یعنی ما برابریم، یعنی ما یر به یر شدیم، یعنی ما حساب بی حساب شدیم. حله استفاده کن، لذت ببر. عزت زیاد.